سوالی دویم درباره میون ارثمتیکی کمتر درازتر است. مثلا چی میگه؟ ورزشکار مسافت 100 متر رو 3 بار دوید. باری اول در 15.1 ثانیه، باری دوم در 16.5 ثانیه. اگر حساب میونی وقت ها، یعنی 3 وقت داریم، سهمش نمیگوید، لیکن حساب میونش میتونه این 15.7 باشد. او این مسافت رو دفعه سوم در چند ثانیه دوید. یعنی 3 وقت دیگه 100 متر، یعنی 100 رو استفاده میبریم. 3 وقت دیگه 15.1 16.5 سوم وقت من گفتگی، لیکن گفتگی حساب میونی 3 وقت 15.7 است. بیاین خیلی با همچون یک اشاره کنیم. وقت رو همچون تی استفاده بریم. من تی 1 دارم. تی 1 چی میگه به من؟ 15.1. وقتی دومیمو این چه میشه؟ 16.5. و وقتی سیوم داده نشده است، همون رو باید یابیم میگه. وقتی سه رو یابید. و چی با معلومات هست؟ حسابی میانی وقت ها T1, T2 و T3 حسابی میانی اونها یک کسر رو می نویسم. یعنی چند وقت هست؟ 3 وقت هست. یعنی با تقسیم 3 میکنیم. حسابی میانی به خاطر بیارین چند تاکی شماره عدد ها رو تقسیم میکنیم. یعنی در اینجا 3 وقت تقسیم 3 میکنیم. و این برابر است با چند؟ 15.7. و بعد این چکار میکنیم؟ با جای ها مونده همچون مدل کار میکنیم. بیاییم مونیم T1 15.1 جمعی وقتی دویم 16.5 و وقتی سه را نمیدویم همون باید یابیم. برابر است یک بار ضرب کنم به 3 ضرب تناسبی چند میشد؟ 45 21 47 از 1 میشود. این ضرب 47 از 1 چکار کردم؟ 3 رو به 15 ضرب کردم. بعد جمع این دو چی میشد؟ 31 از 10. اگر در جمع خطا نکنم 31 از 10 6 جمع علامتی سوال برابر میشود به 47 از 10 1. بعد این چکار میکنیم؟ 31 از 10 6 رو به طرفی راست میگیریم، طرح میکنیم. طرح ما چی برابر میشه؟ نویسم با یک بار 47 از 10 1 مینوسی 31 از 10 6. این طرح به چی برابر میشود؟ چند هست؟ 47 31 این 16 لیکن میرود 15 از 10 5 میشود. یعنی وقتی سیوم 100 متر در وقتی 3 15 از 5 ثانیه یعنی تایم میکنه. در همین وقت از جواب چی میشه؟ جوابی ما 2 میشود.